سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. با گرامر درس 12 از کتاب ویتبیان جلد اول در خدمتتون هستم. گرامر امروز راجع به حرف اضافه برای شهرها و کشورهاست که اینکه ما بخوایم بگیم در شهری کار میکنیم، زندگی میکنیم، یا در کشوری هستیم یا زندگی میکنیم، از چه حرف اضافه استفاده کنیم. نکته ای که خیلی مهمه این که بچه‌ها اسم شهر ارتیکل نمیگیره، حرف تعریف نمیگیره، بنابراین فقط از یک ا استفاده میکنیم. بعد اسم شهر رو میاریم. par exemple il habite à Senlis، او در سانلیس کار میکنه، زندگی میکنه. il travaille à Paris، او در پاریس کار میکند. il va souvent à Lyon، اون اغلب به لیون میرود. پس برای شهرها ارتیکل نداریم. اما در مورد کشورها یه تقسیم بندی داریم. اگر کشور به او ختم بشه، اسم کشور اگر به او ختم بشه، مثل بلژیک، مثل فرانس، مثل سوئیس، اون کشور رو ما مؤنث در نظر میگیریم. و وقتی کشور مؤنث باشه، حرف اضافه که براش در نظر میگیریم آن هست بچه. آن je suis آن سوئیس، من در سوئیس هستم. je suis en France، من در کشور فرانسه هستم. je suis آن بلژیک، من در کشور بلژیک هستم. j'habite en بلژیک. اوکی؟ یه نکته ای رو بچه داشته بدونید در مورد اسم کشورها. اینجا نوشته میگه که آن ژنرال ترمینزون آن، یعنی اگر به او ختم بشه اون کشور مؤنثه و آن استفاده میکنیم. par exemple elle vit en France، او در فرانسه زندگی میکنه. بچه وی فعل ویور، فعل ویور فعل گروه سومه که به این صورت صرف شده. mais elle va en Allemagne، پس او در فرانسه زندگی میکنه ولی میره به آلمان. آن نروژ pour son travail، ولی اون برای کارش به آلمان و نروژ سفر میکنه، به آلمان و نروژ میره. pour son travail یعنی برای کارش. اما یه نکته بچه ها، اگر ما اسمی داشتیم که اسم کشوری داشتیم که مذکر بود، یعنی به ا ختم نمیشد ولی با وایل شروع میشد، مثل ایران، مثل عراق، یعنی کشور عراق، اینها چون با وایل شروع میشن مثل مؤنث باشون رفتار میکنیم، مثل کشورهایی که به ا ختم میشن باشون رفتار میکنیم، یعنی همچنان آن میاد براشون. il ne va plus en Iran، اون دیگه نمیره به ایران. il ne va plus en Irak، اون دیگه نمیره به عراق. اگر اسمی به در واقع اسم کشور مذکری داشتیم، یعنی اسم کشوری که به او ختم نمیشد مذکر در نظرش میگیریم. پس اگر کشوری بود که به او ختم نمیشد مؤنث نیست، پس دیگه مذکره. اون وقت اگر مفرد باشه او میگیره، اگر جمع باشه ایکس میگیره که باز تلفظش او هست. par exemple il va souvent au Danemark، دانمارک بچه کشوری که به او ختم نمیشه پس مذکر در نظر گرفته میشه، اون اغلب به دانمارک میره. il va souvent au Maroc، اون اغلب به مراکش میره. ولی مثلا اتزونی یا پیبه به هلند میگن، اتزونی هم که ایالات متحده آمریکا. il va souvent aux États-Unis، اون اغلب به ایالات متحده آمریکا میره. il va souvent au Pays-Bas، اون اغلب به هلند میره. و لو مکزیک مسکولن، مکزیک از اون استثناست بچه ها. چند تا استثناء داریم که با اینکه مکزیک به او ختم میشه اما لو مکزیکه، پس ما میگیم ژوه او مکزیک. پس استثنایی که اینجا بهتون گفته کشور مکزیک هست که با اینکه به او ختم میشه اما مذکره. دوت پوزیسیون دولیو میگه حرفای اضافه دیگه که برای مکان در نظر گرفته میشه. یکیش دان هست بچه ها. دان وقتی که یک فضایی بسته باشه، یک فضایی محصور شده باشه، ما از دان استفاده میکنیم. par exemple le papier est dans mon sac، کاغذ توی کیفمه. le papier est dans mon sac، کاغذ توی کیف منه. les yaourts sont dans le réfrigérateur، ماست‌ها در یخچال هستند. ils habitent dans le quartier، آنها در محل زندگی میکنن، در این محله زندگی میکنن. je lis le journal dans le train، من در قطار
مطالعه میکنم روزنامه میخونم. دان لویان در هواپیما، دان لو مترو در مترو. پس منظورش اینه که وقتی توی قطار هستم، توی هواپیما و توی مترو هستم، من روزنامه میخونم. الانت دان لو سالن، اون وارد سالن میشود. الان دان لو مگزن، اون وارد مغازه میشود. انتر، فعل انتر به معنی وارد شدن. بعد میریم سراغ ا+9. وقتی که ما میخوایم بگیم جایی میرویم، از بعد از فعل اله از ا استفاده میکنیم و بعدش همون اسم، که حالا اون اسم مهم بچه اگر فمینن باشه میشه اله، اگه مسکولن باشه لو باشه ا با لو کنخکته میشه او. ژوه اله پست، من میروم به پست، اداره پست. ایلبید اله کامپانیه، اون در روستا زندگی میکنه. دشت و دمن. بچه کامپن یعنی به جایی که از در واقع محیط شهر خارجه. حالا میتونه روستا باشه، میتونه یک باغ خارج از شهر باشه. ایلدین اوغستوغان، آنها در رستوران شام میخورند، فعل دینه. کمپقه، مقایسه کنین دوتا رو بچه ها. ژسوی اوغستوغان، من در رستوران هستم. میتونه توی تراس باشه یا توی داخل رستوران باشه. یعنی وقتی میگه من تو رستورانم، میتونه روی تراس نشسته باشه، تو جلوی در باشه، توی رستوران باشه، خیلی مهم نیست که کجاست. اما وقتی میگه تأکید داره، میگه ژسوی دان لو رستوران، یعنی من حتما درون ساختمان رستوران هستم. پس متوجه شدید بچه فرق او و دان لو چیه؟ اینجا هم کنترکته رو داره یادآور میشه، میگه اگر ا با لو بیاد ترکیب میشه کنترکته میشه او، اگر با ل بیاد کنترکته میشه او. ا او ایکس که تلفظ هر دوتاشون بچه او هست. بعد میرسیم به حرف اضافه سور. وقتی که از سور استفاده میکنیم، منظورمون سطح افقی چیزی هست. Le verbe est sur la table. لیوان روی میزه. Les livres sont sur l'étagère. کتاب ها روی طبقه هستند. کمپره، مقایسه کنید. Je pose un manteau sur le lit. Je pose un manteau sur le lit. من پالتو رو روی تخت میگذارم. Je suis malade. Je suis dans mon lit. من بیمارم. من در تختم هستم. در تختم هستم با سوغلولی تفاوتش رو میگه. ببینید بچه من پالتو رو روی تخت گذاشتم یا میذارم، پوزه قرار دادم. je suis malade, je suis dans mon lit. پس اگر مریض باشیم، خدای نکرده بخوام بگیم من در تخت هستم، میگم je suis dans mon lit. دو اکسپریم لوریژین. بچه ها بخوام بگیم چیزی اصلش کجاست یا کجاییه، حالا هم در مورد فرد هست هم در مورد اشیا هست، از دو استفاده میکنیم. مثلا من میخوام بگم من اهل اصفهان هستم، میگم je suis d'Isfahan. دو اصفهان میشه دیسفهان. je suis de Shiraz. je suis de Tehran. یعنی من اهلیتم برای در واقع این شهر. je suis d'Iran. یعنی من اهل ایران هستم. sauvage vient du marché puce. میگه این لیوان از بازار دستفروش ها اومده، یعنی از اونجا خریداری شده، منظورش اینه. مارشه اپوس بچه به اون بازارهای دستفروش ها که معمولا یک جاهایی که به صورت مغازه نیست و توی کشورهای دیگه هم هست، تو ایران هم هست، مثلا میگن چند شنبه بازار، یه همچون حالتیه. معمولا جنسای ارزون اونجا در واقع بساط میشه، بهش میگن نقش اپوس، معمولا قیمتش پایینه. je sors de la pièce. je sors de la pièce یعنی من از اتاق خارج میشم. je sors du magasin یعنی از مغازه خارج میشم. بچه ها فعل سختیر به معنی خارج شدن از، حتما بعدش یه دو بیاد. سختیر je sors de la maison. je sors de la chambre. اوکی. دو اسکل ویان یعنی از کجا اون میاد. از کجا اون میاد یعنی اهل کجاست. دو اسکیل
دو اسکل ویان یعنی آن خانم از کجا میاد، اهل کجاست، میگه الویان دو شیکاگو دز اتازونی، اون اهل شیکاگوه، اهل اتازونی ایالات متحده آمریکا. پس دو با لو میشه دو با ل میشه د. یه نکته بگم اینجا، البته اینجا نگفته ولی من میخوام اضافه کنم و اونم اینه اگر ما اهل کشوری باشیم که با به او ختم بشه، مثلا من میخوام بگم من اهل فرانسه هستم، میگم جو سوی دو فرانس یا جو ویان دو فرانس. متوجه؟ چون فرانسه کشوره مؤنثی، نمیگم دو لا فرانس. این یکی از اون چیزهایی که معمولا بچه‌ها اشتباه میکنن. یا مثلا من میخوام بگم من اهل ایرانم، میگم جو سوی دیران دو ایران که میشه اپاستروف جو سوی دیران. پس کشورهای مؤنث و کشورهایی که با وایل شروع میشن فقط برای اینکه بگیم اهل اون کشور هستیم یک دو میذاریم. دکو؟ میریم سراغ ش بچه‌ها. ش یعنی در خونه کسی. je suis chez moi یعنی من خونه خودم هستم امشب. je suis chez moi من خونه خودم هستم امشب. vous habitez chez vos parents شما نزد والدینتان زندگی میکنید، یعنی شما خونه والدینتان زندگی میکنید. nous dînons chez un کریستیان ما شام خونه آن و کریستیان میخوریم. پس شه به معنی هم نزد هست، مثلا من میگم که جو دو اله شه لومتسم، من باید برم نزد پزشک. اونجا منظورش نیستش که خونه پزشک، ولی اگر در مورد افراد بود یا در مورد یعنی بعد از شه ضمیر تونیک مواتوالوی ال نوو ال اومد یعنی منزل حالا اونها. بعد میریم سراغ بچه ها لور پرونومینو یعنی افعال دو ضمیره. یادتون باشه بهتون گفتم بچه ما یه سری افعال داریم که دو ضمیرن، چون همه افعال در زبان فرانسه یه ضمیرن یعنی فقط با فاعل صرف میشن، اما بعضی از افعال هستن که دو ضمیرن یعنی علاوه بر فاعل برای صرفشون به مفعول هم نیاز داریم. ساسوم ولی میگه حالا اسانس پسیف، میگه حالا ما الان میخوایم افعال دو ضمیره رو اینجا یاد بدیم که مفهوم مجهول دارن، سانسشون مفهومشون مجهوله. مثلا ساسومه او میبینید بچه سومه دو ضمیره است دیگه. او اسکو ست ابژه یعنی کجا این چیز رو این در واقع حالا ست ابژه یعنی اون سب ست ابژه برمیگرده که من الان نمیدونم چیه ولی اون کسی که داره باهاش صحبت میکنه میدونه چه، بهش اشاره میکنه. میگه اینو کجا میذارن؟ ساسومه او یعنی اینو کجا میذارند. او سوتخوف لگق او سوتخوف لگق یعنی ایستگاه کجاست، حالا ایستگاه قطار ایستگاه مترو، منظورش اینه که ایستگاه کجاست. اوکی؟ کمان سپل ست ابژه چطور این شی نامیده میشه؟ کمان سپل ست ابژه یعنی اسم این شی چیه، منظورش اینه. سو پلاس و ما شو اوفقا میگه این غذا گرم خورده میشه، گرم در واقع سرو میشه یا سرد. فرض کنید ما رفتیم یه کشور خارجی یه غذای در واقع جدیدی بهمون معرفی کردن، خب ما سوال میکنیم چون تا حالا اون غذا رو نخوردیم، میگیم این غذا سرد خورده میشه یا گرم خورده میشه. اینجوری میگیم سوپلا سو مانژ شو او فرا. سانسودیپا یعنی اینجوری نمیگن، سانسودیپا یعنی اینجوری نمیگن. خب میریم سراغ اتر آنتخندو. یه اصطلاحی که خیلی کاربردیه بچه ها، اصطلاح اتر آنتخندو پلوس انفینیتیف هست، یعنی اتر رو صرف کنیم، آنتخندو رو بذاریم و بعد مصدر بیاریم یعنی در حال انجام کاری بودن. ستون اکسپرسیون دو پرزان که انسی سور l'action en cours میگه این یک اصطلاحیه که در زمان حال استفاده میشه و اصرار داره به یک فعلی که در حال انجامه. اغلب سوال لا question est au présent، معمولا سوال به زمان حال سوال میشه، پرسیده میشه، سوال زمانش حاله، اما در جواب با je suis en train de یا être en train de جواب میده. مثلا qu'est-ce que tu lis en ce moment، الان چی میخونی؟ الان en ce moment یعنی در حال حاضر چی میخونی؟ je suis en train de lire un roman de Tolstoy، من در حال خواندن یک رمان از تولستوی هستم، هنوزم تموم نشده یعنی در حال خوندنشم. je n'ai pas fini le livre یعنی من کتاب رو تموم نکردم.
کسکیلفه اون چی کار میکنه؟ regarde il est en train de faire un gâteau. نگاه کن اون در حال پختن یک کیکه. متوجه شدید؟ پس être en train de یعنی در حال انجام کاری بودن. je suis en train d'enseigner le français. من الان در حال تدریس زبان فرانسه هستم. پس معمولا سوال رو به صورت حال میپرسیم، جوابش رو میخوایم خیلی در واقع دقیق بگیم که در حال یک چه کاری هستیم، با être en train de میاریم. مرسی ازتون، امیدوارم که درس امروز هم مفید بوده باشه. سوالی بود در خدمتتون هستم. خدا نگهدارتون.